دریای آمو وقتی پر شدن یا زیاد شدن دریای آمو است که در حال زیاد شدن است. اینجا مرز میان افغانستان و تاجیکستان است. یا پروژه است، پروژه های طلا کار میکنن و همچنان اینجا تاجیکستان است و اینجا افغانستان است. اینجا هم پسته سرحدی و اینجا پروژه طلا کارکنی، یعنی طلا کار میکنن. و اینجا قریه آویز، لب دریای آمو، مرز میان افغانستان و تاجیکستان. اینجا هم تاجیکستان است، کوه بزرگ که پشت کو شهر یا شهرهای تاجیکستان است، اما اینجا قشلاق ندارن. اینجا فقط دشتها و جنگلات میوه بی‌صاحب است از تاجیکستان. مابینشان هم دریا خطی میان افغانستان و تاجیکستان، ولایت بدخشان افغانستان، ولسوالی شهر بزرگ، قریه دانشمندی، لبی دریای آمو.